بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آن گونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آن گونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم آمین. سلام مردم، بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا، الهی که خوب باشین و خدا کنه که در بهترین لحظات و در کمال آرامش نشسته باشین پای تلویزیون، به دور از هر گونه غم و غصه و عصبانیت و خشم و ناآرامی و خبر بد و همه اینها، در کمال آرامش و تا انتهای برنامه هم پای تلویزیون در مقابل برنامه یاد خدا به شما خوش بگذره. امید دارم این اتفاق بیفته. بحثمون جهاد در راه خداست. در سیره امیرالمومنین متخصص و بلد راهمون هم استاد رمزی اوحدی هستن. در این صورت ادامه میدیم بحثمون رو بعد از صلواتی که میفرستیم و برمیگردیم و سلام میگیم خدمت استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد رمزی اوحدی عزیز، خیر مقدم، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. ارادت خودم رو به جناب عالی، همکارانتون و بینندگان بزرگوار تقدیم میکنم و آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. مخلصیم، سلامت باشین، سایتون مستدام باشه. ما 2 هفته گذشته رو خیلی لذت بردیم و مباحثی که فرمودید، روایات، آیات و حکایت هایی که از وقایع صدر اسلام و زمان پیامبر و اهل بیت فرمودید خیلی مفید و کاربردی. الان هم سراپا گوشیم تا لذت ببریم مثل گذشته. بزرگوارید. یکی از آیات قرآن کریم که در ارتباط با جهاد زاویه ذهنی خوبی به ما میده، خیلی برای ما میتونه گره گشا باشه، در سوره مبارکه حج 39 و 40. آیه 39 میفرماد اذن للذین یقاتلون، یعنی خدا اجازه داد که شما بجنگید، جهاد کنید، به اونایی که ظلم شده اجازه داده خدا. پس خودتون دفاع کنید، یعنی جهاد دفاعی. بعد اون موقع آیه 40 ثمرات جهاد نرفتن و گرفتاری های ترک جهاد و جنگ رو میفرماد. پیامدهای ترک جهاد. بله، میفرماد خداوند تو آیه 40 سوره مبارکه حج، اگر نبودن که یه عده‌ای شر یه عده دیگه‌ای که ظلم و ستم میکنن و دفع نمیکردن، همانا مساجد و معابد ویران میشد. این یه بخششه. یعنی چی؟ یعنی دین و ایمون مردم از بین میرفت، مردم دیگه عبادت نمیتونستن بکنن. پس ما تو هر برنامه‌ای داریم یه آیه از قرآن، البته آیات جهاد در قرآن خیلی بیشتره، ما اینا رو هر جلسه خواستیم یه جنبه ای رو خدمت بینندگان محترم عرض بکنیم و ثمرات جهاد و ترک جهاد رو هم اشاره بکنیم. شاید برای بینندگان محترم طبق روال جلسات قبل که عرض می‌کردیم بعضی از آیات قرآن و سوره‌های قرآن برای امام علی علیه السلام نازل شده، یکی از سوره هایی که در ارتباط با جهاد امام علی تو جنگ سلاسل وارد شده سوره مبارکه عادیات. یه ثوابای خاصی هم داره. آیه 40 سوره مبارکه حج به ما چی میفرماد؟ میفرماد اگر دفع شر یه عده آدم نباشه که یه عده شر رو دفع نکنن، معابد و مساجد ها ویران میشه. خب بله آقا، وقتی جهادو شما پشت سر میگذاری و نمیری، همون فرمایش حضرت مولا علی صلوات الله علیه، آماده این باشه که لباس خاری و خفت و ذلیلی رو به تنش بکنه. همینه. سوال، اگر مردم جلوی این وهابیا میستادن چند تا کشته میدادن؟ وقتی وایسی تلفات کمتره. بله. وقتی وای نسی وارد شهر شد دیگه همه رو قتل عام میکنه، زن و بچه و پیر و جوون و مریض و سالم همه رو میکشه. ما تو جنگ 8 سال دفاع مقدس خودمون چقدر شهید دادیم؟ خب اگر وای نمیسادیم چقدر تلفات میدادیم و چقدر هزینه متحمل میشدیم؟ اینا خیلی واضحه که جهاد یک حصن حصینیه برای حفظ حریم کشور اسلامی. اگر این حفظ اتفاق نیفته شما رشد اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی، معنوی نداری. تو همه این زمینه ها میشی برده. اینا که دیگه تاریخ 1000 سال پیش نیست، مال 100 سال پیش. همینطور.
ولذا قرآن کریم سرزنش کرده چند بار کسایی که از جهاد فرار میکنن یا سستی میکنن. اثاقلتم الی الارض، به زمین چسبیدید میترسید برید بجنگید. آیه 118 سوره مبارکه توبه. میترسید. آیه 153 تا 155 سوره مبارکه آل عمران فرار کردن اونایی که تو احد یه عده دور رسول الله رو فرار کردن رفتن. حضرت مولا امیرالمؤمنین ایستاد، 60 تا خورده زخم برداشت بدن شریفشون. این سوره مبارکه و این آیات داره سرزنش میکنه اینا که فرار کردن از جهاد. دوباره آیه 16 مبارکه احزاب فرار از جنگ رو داره اشاره میکنه. پس ببینید ما باید بدونیم که صحنه رو وقتی خالی کردیم، دشمن وقتی مسلط شد دیگه به هیچ چیز شما رحم نمیکنه. بعد اون موقع گرفتاری هاش خیلی بیشتر و نمیتونیم جبران کنیم. مردم رو نسبت به مسائل جهاد و اینکه بایستی نسبت به دشمن هوشیار بود، نباید به دشمن خوشبین بود، نباید به دشمن امتیاز داد. همش دارن آهنگ ملایم بودن در مقابل دشمن رو سر میدن، در حالی که صفات یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین آیه سوره مبارکه فتح چیه؟ اشداء علی الکفار. اینا میگن آقا اسلام رحمانی، اسلام دین. پس این آیات چیه آقا؟ یه بار قرآن رو اقلا تو ماه رمضان بخونید، با درنگ بخونید، ببینید قرآن چی میگه. شاید هم بعضیاشون خداوند پرده‌ای کشیده به گوش و چشمشون نمیفهمن، چون خود قرآن هم میفرماد پرده میکشیم به گوش بعضیا، میخونن نمیفهمن، میبینن ولی درک ندارن. آره بعضیا میبینن ولی درک ندارن. آقا میشه آدم ببینه و درک نداشته باشه نفهمه؟ بله. شما بچه 3 ماهه رو دیدید میبینه اما درک نداره. درک داره؟ قرآن میگه بعضیا اینجوریه. لذا تو فرهنگ قرآن هر کسی نفس میکشه زنده نیست، مگه هر کی نفس میکشه حیات داره. قرآن میفرماد اینا میبینن اما درک نداره. الان هم فرمودید این زمزمه ها بلندگاه گذارید، اینایی که توی جامعه حالا بیشتر از طریق رسانه و فضای مجازی و اینها این شبهه رو ایجاد میکنن که آقا چه خبره راه افتادین طلا میفروشین، نمیدونم کمک مالی میکنین و این در واقع یه جور جهاد مالی مردم ماست دیگه در کمک به جبهه مقاومت. طلا یقینا صراحت آیاته. آره. حالا اینایی که اینا رو دل سرد میکنن و میگن آقا این کارو نکنین، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، نمیدونم فلانه، شما تو این وضع اقتصادی. حالا مثلا شاید نگرانیشون وضع اقتصاد مملکته. یه بار چند دقیقه پیشم شما فرمودین بنده خدا اگر حتی وضع مالیت هم میخوای خوب باشه باید الان اتفاقا با اونا مقابله کنی. اون که بیاد هیچی برای تو نمیگذره، اوضاع مالیت هم به هم میریزه، خونه بالا سر تو خراب خواهد کرد که داره میکنه. ما جهاد با مال داریم تو قرآن. چندین بار آیه اومده که جهاد کنی با جان و مالتون. بله. بعد اون موقع اینا میان یه آهنگای مخالف این میزنن. آره. این نکته‌ای که مهمه اینه که ما تو بحث جهاد بحث شهید و شهادت هم پیش میاد. طبیعتا هر موقع جهاد هست شهید و شهادت هم درش هست. طبیعیه دیگه. ولی بالاخره میخوام به شما بگم که این شهادت یه جایگاه خیلی وسیعی داره که خود به خود تو جریان جهاد شهیدم پاش این وسط باز میشه. و برای بینندگان محترم شاید خیلی شیرین باشه، یه دعایی هست به نام دعای علوی مصری. حضرت مولا امام زمان علیه السلام اینو به یه شخصی به نام آقای علوی مصری یاد دادن. در کتاب دعایی بلدالامین و سایر کتاب‌های دعایی ما آمده ولی تو مفاتی نیست. یعنی جهاد یکی از برجستگی‌هاش و اون تاج و مدالش شهادته که فرمودن سید حسن نصرالله روحشون شاد که ما در این مسیر شکستی نداریم، یا پیروز میشیم یا شهید میشیم که اونم پیروزیه. ما یه فاصله بگیریم برگردیم باز ادامه میدیم میشنویم و استفاده میکنیم. استادم اجازه دادن پس با این حال یه فاصله بگیریم و برگردیم و یه تأملی داشته باشیم به فرمایشات استاد تا اینجا و بعدش ادامه بدیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن از پشت صحنه که 8 دقیقه ما تا پایان فرصت داریم، یاد امام هشتم افتادیم، یه صلوات هدیه میکنیم به اثرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله.
بله، بحث این بود که جهاد یه تاج و یه مدالی داره آخرش و اون شهادت. صفات شهدا رو هر کسی به دست بیاره هی داره عیارش میره بالا. اون دوستانی که دوست دارن صفات شهدا رو تو قرآن کریم دنبال کنن، آیه 111 و آیه 112 سوره مبارکه توبه صفات شهداست. چندین صفات از شهدا رو و جهادگرا رو قرآن کریم معرفی کرده تو سوره مبارکه توبه. یکی از ویژگی هایی که در جنگ های امام علی و جهادهای امام علی جناب آقای قوامی میخوایم بهش اشاره بکنیم که جالبه و جذابه، و امام علی علیه السلام بر اساس آیه 45 سوره مبارکه انفال که میفرماید وقتی در مقابل دشمن قرار گرفتی ذکر خدا رو زیاد بگو، یکی از ویژگی های امام علی این بوده که تو میادین جنگ هم ذکر میگفته. عمار یاسر میگه دیدم حضرت امیر صلوات الله علیه داره شمشیر میزنه، میگه یاهو یا من لاهو الاهو، دوباره شمشیر بعدی یاهو یا من لاهو الاهو، یاهو، همینجوری داره میزنه حضرت. جانم. اینم نکته عجیبی بود که از زندگی از تعمیر برای ما به دست میاد. یکی دیگه این که ابن عباس میگه که وسط جنگ صفین دیدم حضرت داره شمشیر میزنه، اما بعضی اوقات خیلی بیباکانه از مقابل دشمن صرف نظر میکنه، به حدی که من ترسیدم یه وقت حضرت رو ضربه بزنم. میگفت خودم رو رسوندم گفتم آقا چرا یه لحظه غفلت میکنید از طرف مقابلتون، هی به آسمون نگاه میکنید. حضرت فرمودن ابن عباس من دارم نگاه میکنم ببینم آفتاب رسیده وسط آسمان، نمازمو برم بخونم. آیه 45 سوره مبارکه انفال میگه وقتی تو میدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتی ذکر خدا رو زیاد بگید. حضرت امیر صلوات الله علیه وسط میدان جنگ داره شمشیر میزنه، عمار میگه اونجوری یاهو یا من لاهو میگفت. ابن عباس هم وسط صفین میگه دیدم مواظبه که نمازش اول وقت بخونه. اصلا خود قبضه شمشیرشون هم از کاری نوشته شده. بله، از تعبیر، یعنی حتی وسیله رزمشون هم با ذکر رو. بله، ائمه ما اینجوری بودن که از کوچکترین ظرفیت‌های زندگیشون کار رسانه‌ای و تبلیغی میکردن. مثلا حضرت سجاد علیه السلام روی نگین فکر می‌کردن خار و ذلیل شد کسی که حسین ابن علی رو کشت. آره. رو نگین انگشترشون حتی از این فرصت هم به قول شما استفاده میشه. بله، مثلا تو محافل میرفتن همه میدیدن چیه رو انگشتر هست. شاید برای شما جالب باشه که این نکته هم در نظر باید داشته باشیم. پس یکی از اون ویژگی هایی که ما در جنگ و جهاد داریم اینه که یاد خدا رو می‌خوایم گسترش بدیم. بله. اول خود جهادگر، بعد در مقابل اون کسایی که میخوان یاد خدا را در زمین به فراموشی بسپارن و فساد و طغیان بکنن، اونها رو سرکوب کنیم برای اینکه یاد خدا در جامعه منتشر بشه. حضرت امیر در جنگ جمل داشتن با یارانشون رو نقشه، راوی میگه رو نقشه داشتن کار میکردن با فرماندهانشون دور تا دور نشسته بودن، رو نقشه بودن. یه دفعه یک کسی اومد برگشت به امام علی گفت که آقا، گفت بله، گفت خدا یکیه یا دوتا؟ دور و بریای امام علی سریع عصبانی شدن، آقا برو، الان وقت این حرفا نیست، وسط میدون جنگ ما داریم رو نقشه کار میکنیم، بعد تو اومدی میگه خدایی که. حضرت فرمودن آقا تند نشید، صبر کن آقا. حضرت شروع کردن برای ایشون استدلال کردن که خدایی که ما میگیم واحده به چه معناه. اینو مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبارش آورده. میخوام اینو به شما عرض بکنم. امیرالمومنین به این آقایون برگشت گفت ما به خاطر همین چیزا داریم میجنگیم، ما یعنی نمیدیم اینجا فقط بجنگ، نه آقا، ما اومدیم بجنگیم که این آقا حتی وسط میدون جنگ از امام علی داره سوال میکنه که آقا خدا یکیه یا دوتا. حضرت امیر نقشه جنگی رو میذاره زمین، شروع میکنه جواب او رو میده، نمیگه سوالت بیجای، با اینکه یاران حضرت تند میشن آقا سوالت بیجای. برای همین اینو باید توجه داشته باشیم که یاران امام علی علیه السلام اگر وسط میدان جنگم از امیرالمؤمنین سوال میکردن در ارتباط با خدا، جواب میداد. دوباره یکی دیگه شون سوال کرد، هر کجا لازم هست. حالا بعضی اوقات یه فرمانده لشکر شما تو محیط‌های نظامی خارج از مناطق اسلامی می‌بینی یک دیسیپلینی داره، اصلا نمیشه بهش نزدیک بشی، اصلا نمیشه بهش حرف بزنی، یک هیمنه‌ای برای خودش درست کرده کذایی، در حالی که امیرالمؤمنین فرمانده لشکره. ببینید چه فضایی داره که نیروی زیر دستش راحت میاد سوالش رو مطرح میکنه. این خیلی مهمه ها. ما الان تو بعضی از خونه ها میبینیم که این بچه جرئت نمیکنه سوالش از بابا و مامانش بپرسه. فضای پلیسیه، فضای سخت و سنگینیه.
بعد حضرت امیر صلوات الله فرمودن که تو حق رو بشناس، بعد افراد رو با حق محاسبه کن، اون موقع میفهمی باطله یا نه. تو اومدی اشخاص رو شاخص گرفتی، بعد حق رو با اونا میخوای تنظیم کنی، اینجوری نمیشه. نه. اینجوری نمیشه. دوباره یکی دیگه ازشون پرسید، دوباره تو جنگ ها یه حجمی جناب آقای قوامی از سوالات امام علی علیه السلام تو جنگ هاست. بله. سوالات توحیدی و سوالات نظامی و حضرت با حوصله دونه دونه همه رو جواب میده. این خیلی مهمه که توی صحنه پر استرس، بله، محیط سخت نظامی، شما اینقدر 300 داری که با نیروت داری گفتگو میکنی راجع به مباحث توحید. بله. این نکته‌ایه که اینجا ما میتونیم از زندگی امام علی علیه السلام تو جهاد یاد بگیریم که آقا تو میدان جنگ هم ما دنبال اینیم که خدای متعال رو، ذکرش رو و یادش رو و اثباتش رو برای دیگران روشن کنیم، حتی برای لشکریان خود. و چقدر قشنگ رزمنده های ما تو دفاع مقدس الگوگیری کردن دیگه، رمزای عملیات و نمیدونم نامهای عملیات ها و این پیشونی بندها و این شب عملیات ها غرق در دعای کمیل و مناجات ها شدن و یعنی ممزوج با ذکر خدا بود این 8 سال دفاع مقدس. یعنی یه عبادتگاهی بود اون مناطق جنگی در واقع. قشنگ الگو برداری کردن و اون آخر توفیق جهاد و شهادت هم که نصیبشون شد. من یه خاطره خودم با چشام دیدم، مرکز استقرار لشکر علی بن ابی طالب انرژی اتمی شادگان بود، سرای شادگان اهواز بود. ما یه بار رفتیم اونجا مسجد، بعد رفتیم سر غذاخوری و اینا، برگشتیم دیدیم اینا عادتشون این بود، این نمازخونه همه بعد از نماز عصر سر میذاشتن به سجده میگفتن شکرا لله حمدا لله. بعضی از این آقایون تا 2-3 ساعت همینجوری نمیومدن برای ناهار. یک کثیری تو نمازخونه لشکر همینجوری مشغول بود. من اینو میدیدم پسر 3 ساعت این آقا مثلا به سجده است، میگه شکرا لله حمدا لله. شکرا لله حمدا لله. به چه جای خوبی تموم شد. خدا خیرتون بده، عشقتون با از تعمیر ان شاء الله. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. شکرا لله حمدا لله. التماس دعا یا حق. خداحافظ.